سلام وقتتون بخیر. بابک خسروی هستم از آژانس دیجیتال مارکتینگ وب سمر. یک پروژه بی‌نظیر دیگه در حوزه صادرات واردات رو می‌خوایم بهتون معرفی کنیم. پروژه‌ای که امروز خیلی داغه، ترند شده و خیلی از افراد به دنبال کسب درآمدهای ارزی هستن و ناگفته نماند خیلی از شرکت‌های قدیمی نیاز دارن که طراحی سایت انجام بشه براشون، پروژهشون رو آنلاین کنن و از خیلی از چالش‌هایی که توی مسائل حالا سنتی، فیزیکی، لوکال وجود داره باید خارج بشن. خب هر کسب و کاری که تو حوزه صادرات و واردات میخواد فعال باشه، به نظر من اگر یک جایگاه آنلاینی رو برای خودش خلق کنه، بسازه، حالا چه اپلیکیشن، وب اپلیکیشن، حتی یک سایت ساده، خیلی بهش کمک میکنه. چرا؟ چون مخاطبا یهو میبینید 3 شب تصمیم میگیرن که وارد این حوزه بشن. شما میتونید بهترین مشاوره رو بفروشید بهشون، یا اینکه مثلا نمونه کاراتون رو 5 صبح به یک نفر نشون بدید و طرف تصمیمش قطعی بشه با برند شما و شرکت شما کار کنه. من تاکید میکنم بیزینس های سنتی دیگه زمان زیادی ندارن، یعنی واقعا زمان ندارن در واقع. هر چه سریعتر، چه توسط شرکت ما، چه هر شرکتی که خودتون میدونید، باید کسب و کارتون رو آنلاین کنید و این تمپلیت به شدت پر سرعت، به شدت برای مخاطب فضای گرافیکی خیلی استانداردی رو داره و سرعت بالایی داره. خب یه توضیحاتی بدیم طبق معمول. از سربرگ بالا هدر شروع میکنیم تا میایم پایین و توضیحات این پروژه رو میگیم. ببین، شما به عنوان کسی که میخواین برید در عرصه صادرات واردات کار کنید، یک محصولی رو میخواید پروموت کنید در یک کشور دیگه، حتی فرض بر این که شما یک شرکت صادرات واردات هستید و یک سری مشتری داشتید تا به امروز، مثلا آقایی به نام احمدی مشتری شماست. کاری که برای ایشون انجام دادید، از طراحی محصولش، بسته‌بندیش، از برندینگش، از بازاری که اونجا براش حتی پیدا کردید، ایده دادید، تمام اینا رو میتونید در قسمت نمونه کارها بیارید که حالا توضیح میدم بهتون. یک قسمتی داریم که اینجا رو میتونیم براتون نگاه کنید. این یک عکسه. خب یعنی من اینو میکشم که بهتون نشون بدم این متحرک نیست، ثابته. از فضای حالا مثلا مثل بنادر، اسکله یا نمیدونم فضای ترخیص استفاده شده. شما این عکس رو میتونید به صورت یک اسلایدر با عکس‌های PNG طراحی کنید و این کار ما براتون انجام میدیم. یک قسمتی داریم اینجا از سابقه بیزینس شما میتونه استفاده بشه در این قسمت. اینجا ادعاهایی میتونید بکنید، مثلا سرعت ترخیص شما نسبت به رقبا بیشتره، میتونید تو این قسمت ادعا کنید. دوستان، من یک چیزی رو لازمه بهتون بگم. در فضای وب منظور از ادعا این نیستش که شما قلدری کنید یا بلوف بزنید. نه، مهارتی رو که دارید، اون پوان مثبتی که نسبت به سایر رقبا شما رو متمایز میکنه رو حتما باید راجبش صحبت کنید، چون در فضای آنلاین زمان زیادی برای انتخاب شدن ندارید. یعنی در واقع کاربرا اصلا حوصله اینو ندارن که برن زیاد جستجو بکنن. یهو میبینی این سایت به این خوشگلی رزومه و قدمتی هم نداره، تأثیر میذاره رو روان مخاطب. همون لحظه تصمیم میگیره و تماس میگیره با شرکت و پروژه رو ثبت میکنه. حتما چیزایی رو که دارید رو استفاده کنید. ببین مثلا یه شرکت صادرات واردات میتونه از پروژه هایی که انجام داده، مثلا واردات زغال سنگ، خب واردات زغال سنگ رو انجام داده، حالا من تو صفحه نمونه کارها و خدمات اینو توضیح میدم، میتونه اینو بیاره تو این قسمت و راجبش ادعا کنه، صحبت کنه. باید این کارو بکنه، چون اعتماد ایجاد میکنه تو ذهن مخاطب. مخاطب شما اینو دوست داره که بدون شما چه کارایی رو انجام دادید. مثلا خود ما در وب سمر، خب طرف وقتی میاد پروژه طراحی سایت قرارداد مینویسه 100 میلیون، 50 میلیون، 40 میلیون، چون قیمت‌های ما خیلی متفاوته. خب اینو الان به عنوان تبلیغ نمیگم.
خب میگه آقا تویی که داری 120 میلیون تومن پروژه میگیری بابت چیه؟ نشون میدیم اپلیکیشن داره، اندروید، iOS، وب اپ، نسخه سایت کامل رو دریافت میکنید، پشتیبانیتون 1 ساله و تا نبینه نمیتونه پول بده به شما. مردم مگه پولشون رو از سر راه بردن که بخوان مفتی یا مثلا خیلی راحت از دست بدن؟ نه، شما تا میتونید کوچکترین رزومتون هم باید در سایتتون بذارید. یک سری سوالات متداول در کسب و کارهای آنلاین میتونه آینده ای رو برای مخاطب خلق کنه. بستگی داره چه سوالاتی رو شما خودتون مطرح کنید و چه پاسخهایی بدید. مثلا دارم میگم یکی از خدمات صادرات واردات تو دسته‌بندی حالا شرکت‌های بازرگانی همینه. آقا دریافت کارت بازرگانی چقدر زمان میبره؟ یا مثلا از کارت بازرگانی شرکت شما میشه استفاده کرد؟ میدونید تمام اینا سوالات کلیدی و مهمیه که شما باید اینجا بذارید و مخاطب تصمیم گیریش راحت تر میشه. خدماتی که یک شرکت میتونه انجام بده، اگر شما میخواید یک وارد کننده یا صادراتی رو انجام بدید یا حتی یک شرکت ترخیصی دارید، اون دسته‌بندی از خدماتی رو که در بازار شما هندل میکنید رو باید تو این قسمت انجام بدید. واردات، مشاوره گمرکی انجام میدید، ترخیص انجام میدید، یا بازم میگم تو این قسمت هم میتونی بگی آقا مثلا بار قهوه 3 ماه زمان میبره از ایتالیا برسه، شما منابعی دارید، قدرتی دارید، 40 روزه 1 ماهه اینو ترخیص میکنید. ادعا کن اینو بنویس. کاربر تو خیلی پول بیشتری نسبت به فردی که 4 ماه بارش قراره تو مسیر باشه برسه و 20 روزم تو گمرک بخوابه. خیلی پوان مثبتیه و خیلی از افراد رو من دیدم میترسن بنویسن. یک سری توضیحات مثل درباره ما تو این قسمت میتونید بدید، راجع به برندتون صحبت کنید که اینجا تهش متصل میشه به صفحه درباره ما. حالا میریم جلو. اه، ببین یه سکشنی داریم زده مثلا 2600 پروژه موفق. حالا ما اینو به خاطر زیبایی قالب، زیبایی تمپلیت، یک سری اعداد ارقامی که تکراری نباشن رو میذاریم. خب ولی تمام اینا رو میتونید با سند، با رسمیت اعلام کنید و با افتخار بگید آقا ما امروز شروع کردیم تا الان مثلا 100 تا پروژه هندل کردیم، 50 تا پروژه رو هندل کردیم. اینا خیلی اعتبار میده به برندتون. نظرات مشتریاتون، کسایی که با شما کار کردن رو اینجا میتونید بنویسید. خب اینا همشون یک متن ساختگیه که ما برای خالی نبودن این قسمت در پوسته سایت ازش استفاده کردیم، ولی تمام اینا رو ما حذف میکنیم و نظرات حقیقی براتون میذاریم. چجوری؟ راهکارش هم اینه که مشتریایی که قبلا با شما کار کردن زنگ میزنیم ازشون نظر میگیریم، میگیم مثلا آقای خسروی شما با برند ما کار کردی، نظرتو بگو، حالا چه به صورت صوتی چه به صورت متنی تو این قسمت میتونیم بذاریم. برندهایی رو که باشون همکاری کردید تو این قسمت میاد. مثلا مثال دارم میزنم، شما با برند امیر شکلات همکاری کردی، براش قهوه وارد کردی، برندش رو اینجا میاری. یک جدول نرخ داریم به عنوان نرخ خدمات. مثلا حالا اینجا ما نوشتیم شروع طوفانی پایه، نمیدونم همیشه در اوج و بهترین، برای بهترین ماندن. اینا تمام خدماتی که شما میدی. حالا تو بحث تخصصی صادرات واردات من اطلاعات زیادی ندارم که جدول قیمت گذاری به چه صورت، پشتیبانی هاتون، مشاوره هاتون، اینجا میتونید قیمت براش طراحی کنید. قسمت وبلاگ رو داریم، جایی که از مطالب و آموزش های شما نشأت میگیره و یک فرم تماس با ما که حالا تیکه تیکه میخوایم بررسیشون کنیم. ببین اول بریم سر بزنیم به صفحه نمونه کارها. ببینید صفحه نمونه کارها جاییه که شما تمام کارها، پروژه هایی رو که انجام دادید اینجا نمایش داده میشه و واقعا هم باید بنویسید. سایت، فضای آنلاین یا به اصطلاح فضایی که کاربر شما رو نمیبینه، خیلی اعتماد سازی سخت‌تر نسبت به دفتر فیزیکی که شما داری. حداقل مثلا شما تو شهر شیراز اگر یه دفتر صادرات واردات داری، مشتری شما میاد فضا رو میبینه، 4 تا لوگو میبینه، 4 تا دفتر دستک میبینه و اعتماد میکنه. ولی اینجا اعتماد سازی هم آسونه هم سخته. آسون برای کساییه که واقعا دل بدن به کار و محتوا بذارن و
خودشون رو محبوب کنن. نمونه کارهاتون رو اینجا میذارید، کارهایی که انجام دادید و در نهایت میتونید همینجا اگر کاربر روی یکی از اینا زد میره توضیحات رو میخونه و ارزم به حضور شما که فرمو پر میکنه. صفحه خدمات رو داریم. ببینید خدمات همون سکشنیه که در صفحه اصلی بهتون نشون دادم و گفتم که بهتر اینجا بنویسید. نگاه کنید این صفحه خدمات خب میاد همینجا اون سکشن رو یک بار وارد میکنیم و در هر جایی از سایت که بخوایم برامون وارد میکنه و اینا رو لینک دار میکنیم که مثلا طرف فقط تو حوزه واردات با ما صحبت کنه، دیگه میدونیم میخواد راجع به چی صحبت کنه، فرم و کدوم صفحه پر کرده. بریم به صفحه وبلاگ سر بزنیم. حالا من تیکه تیکه با اینا کار دارم. دوستان عزیزان، صفحه وبلاگ قلب کسب و کار آنلاین شماست. یعنی جاییه که میره در دل میلیاردها آی پی و میلیونها کاربر در ایران خودش رو به نمایش میذاره. مثلا شما واردات کالا از شانگهای رو راجبش اطلاعات بنویس، همین واردات کالا از شانگهای، راجبش 10 تا مقاله بنویس و اینجا مدعی بشید که شما متخصص این حوزه هستید. شما کسی هستید که باید مردم پولشون رو به شما بدن و سشوار از چین وارد کنن. شما اون فردی هستید که متخصص عطر و ادکلون هستید و باید طرف به شما اعتماد کنه و پول بده و اسانس و رایه و نمیدونم عطرهای شرکتی وارد کنه. و واقعا قلب یک کسب و کار اینترنتی قسمت وبلاگشه، جاییه که محتوا سالیان سال بدون محدودیت در فضای وب، گوگل، نمیدونم خیلی دیگه از مرورگرها میمونه و کاربرا به شما اعتماد میکنن. صفحه درباره ما جاییه که خب میدونید دیگه راجع به برندتون باید اطلاعات بدید، راجع به خدمتتون، چشماندازی که دارید در آینده، اهدافی که دارید. باید اینجا خیال کاربر رو راحت کنید. اینجوری بگم بهتون، باید خیالش رو راحت کنید. اینجا حتی نمونه کارا رو هم باید بذارید. مثلا مثال دارم میزنم، این همون قسمتیه که در صفحه اصلی هم بود، ولی خیلی بهتره که بیایید یکی از پروژه های به شدت مهم در حوزه واردات، مثلا در شاخه واردات که شما کار کردید و واقعا هم کار هر کسی نبوده یا خیلی سخت بوده، خب اونو اینجا جا بدید. مخاطبای شما در لحظه تصمیم میگیرن، کافیه ببینن. خیلی وقتا یکی از المانهایی که باعث میشه تصمیم بگیرن و به شما در فضای اینترنت اعتماد کنن این ادعاهای پنهان شماست. میدونی چی میگم؟ مثلا ادعای پنهان چیه؟ اینجا نه بگیم ما رفتیم برای شرکت مثلا امرسان 100,000 تا بدنه یخچال آوردیم، نه، جوری باید درباره ما و صفحات سایتت صحبت کنی که درد مخاطب رو بهش بپردازی و اینجا تو ذهن مخاطب بهش این آلارمو بدی، این تیک بخوره که من همون کسی هم که تو باید پولتو بیاری از خدمات شرکت من، برند من استفاده کنی. حالا نه راجع به منیت صحبت نمی کنم، اینجا راجع به اینه که رفتار کاربر چجوریه. ببینید کاربرا خیلی تنبلن. تو این قسمت مثلا از لحاظ فنی من بخوام از لحاظ سئویی صحبت کنم، این کلمه اگر کلمه‌ای باشه که راجع به صادرات و واردات باشه، موتورهای هوشمند گوگل تحلیل میکنن و به ازای سرچ کاربرا نتایج سایت شما رو نشون میدن. پس اینجا نمیتونی بیای راجع به مدیریت سایت بنویسی، اشتباهه. خیلی اینجا میان خودنمایی میکنن، آقا مدیر سایت اصلا مهم نیست که یه صفحه براش میذاریم به نام تیم ما، اعضای تیم. کاربر اومده دردش رو دوا کنه. هر کسی یه دردی داره و نیازی داره، باید اون نیاز رو بهش پاسخ بدید. و این قسمت هم میتونید از همون شرکت ها، برندایی که کار کردین استفاده کنید و نظر جمع کنید. این نظران به اعتماد کاربر خیلی کمک میکنه. صفحه تماس با ما جایی هم هستش که شما از گوگل یک کد لوکیشن میتونید بگیرید، راههای ارتباطیتون رو. حتی ما در این صفحه میتونیم هوش مصنوعی براتون پیاده کنیم که به جرئت، ببینید چه ادعایی میکنم،
به جرئت هیچ آژانس طراحی سایتی نمیتونه از این آپشن ها برای شما استفاده کنه. اینا کدنویسی شده، اینا یک سری API از جمینای، از GPT، از خیلی از هوش مصنوعی دیگه استفاده شده و یک پکیج شست و رفته براتون طراحی میکنیم که در صفحه تماس با ما از مخاطب دیتا بگیره، بهش کد تخفیف بده، بهش اطلاعات بده. کافیه فقط یه فرم پر کنه، کافیه یک شماره تماس به ما بده، کافیه یک ایمیل بده. یعنی یک سفر مشتری ما طراحی میکنیم که مخاطب حداقل تا 6 ماه همراه شماست، حتی اگر خریدم نکنه. من میگم، بازم تاکید میکنم، داشتن یک وبسایت به تنهایی کافی نیست. استراتژی فروش باید داشته باشید، باید برندسازی بلد باشید، باید محتوای یونیک تولید کنید. کاربر شما الاف نیست. کاربر شما چیزی به نام سرمایه داره که مهمترین دارایی و ثروتشه و اگر اونو بیهوده ازش گرفتی، با خودش 3000 تا آدم ناراضی به سمت بیزینس شما سرازیر میکنه. یه نکته خیلی جذاب، چرا من میگم این تمپلیت خیلی عالیه؟ این سایت فروشگاهی نیست، شرکتیه. ببینید، در کسری از ثانیه شما، من میگم وقتی که یک سری رنگ ها روش فکر شده، مثلا رنگ سبز یا آبی نشانگر اینه که آقا شادی، نمیدونم ثروت، پول، اینا پشت این رنگا میگنجه. یعنی مثلا اینجا سفارش یک پروژه رو، حالا من بهتون میگم چه آپشن باحالی روی این گذاشتیم. اگر اینجا رنگ قرمز میزدی، تو شاید جذبش میکردی که روی این دکمه بزنه، ولی از لحاظ روانی قرمز یعنی از دست دادن. ولی اگر غذا بود میگفتیم قرمز بذارید، اشتها میداد، هیجانش رو میبرد بالا. اینجا تو با رنگ قرمز خوب نیست بری از مردم پول بگیری. واقعا برای اینا ببینید روانشناسی رنگ ها مهمه. مثلا چرا تمام سایت ها دکمه افزودن به سبد خرید رو سبز میذارن؟ فلسفه داره، قاعده داره. میدونید مثلا این آپشنی که اینجا داره، من خیلی عاشقشم، سفارش یک پروژه. ببینید به چه سرعتی به صورت پاپ آپ یک پنجره ظاهر میشه. همینجا مخاطب شما اسمشو میزنه، آدرس ایمیلشو میزنه، موضوع رو مثلا میزنه واردات مثلا لیوان، توضیح میده من دوست دارم بذارید سفارش خرید 4000 ست لیوان مثلا، حالا اصطلاحش رو نمیدونیم دقیقا چی میشه، تو اینو ارسال میزنه. ببینید اون پیغام شما دریافت شد. ببین اون هوش مصنوعی که ما میگیم ایمیل رو دریافت کرده، توضیحات رو خونده، از طریق ایمیل کاری با این مخاطب میکنه که دیگه تو خبرنامه ما هست. منشی شما، تیم کال سنتر شما باش تماس میگیره و دقیقاً میدونه راجع به چی باید صحبت کنه، تا اینکه دیگه بیاد فلسفه ببافه. آقا ما شرکت صادرات نمیدونم علمداریان هستیم، نمیدونم فلانیم، 45 سال خدمت داریم. اینا رو ول کن. وقتی اطلاعات خوب از مشتری بگیری، پیشنهادات جذاب بهش بدی، مخاطب به هیچ وجه شما رو ول نمیکنه و شست و رفته. اینجا راجع به خدماتتون باید صحبت کنید. طراحی سایت و اپلیکیشن، اینم بگم بهتون، جداگانه میتونیم اپلیکیشن صادرات واردات هم براتون طراحی کنیم. حتی اگر شرکت شما راننده داره، خب مثلا تو سیستم لوجستیک شما با راننده ها طرفید، نمیدونم بارنامه ها رو میخواید آنالیز کنید، میتونیم یه اپلیکیشن داخلی هم براتون طراحی کنیم. اون هزینهش جداگونه محاسبه میشه، ولی طراحی سایت واردات صادرات بین 7 تا 10 روز زمان میبره و در سال 1404 در حال حاضر 49 میلیون تومان هزینه طراحی سایت. به ازای این 49 میلیون تومان یک سایت سئو شده دریافت میکنید. ساختار فنی سئو به قدری استاندارد کدنویسی شده که گوگل بهای خوبی به سایت شما میده. یک سری مقالات تخصصی برای سایت شما توسط وب سمر بارگذاری میشه، از خودتون دیتا میگیریم و یونیک شده، حرفه‌ای و سئو شده براتون بارگذاری میکنیم. تمام فضای گرافیکی سایت به عهده وب سمره و پشتیبانی 1 ساله.
با شرکت وبسمر انجام میشه. برای همتون آرزوی بهترین ها رو داریم. یا علی، خدا نگهدار.